با درود، من فاطمه هستم و این ویدیو رو تقدیم میکنم به تمام زنانی که قربانی جهل و خرافه رژیم جمهوری اسلامی شدند. امروز روز دیگری است. عزیزانم، هم نوعان من، به پا خیزید. نذارید مورد ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیرید. در قالب دین ما نمیتونیم یه انقلاب فکری به پا کنیم مگر اینکه به مردم اندیشه پاک و خردگرایانه را آموزش بدیم، وگرنه که از یه چاله به چاه میافتیم. باید باورهای پوسیده را از خودمون دور کنیم، باید اندیشه کنیم، باید به دنبال ریشه بگردیم. نباید اجازه بدیم در قالب دین ما را دستاویز قرار بدن و وقتی که فکر نمی کنیم از ما بارکشی میکنن. در قالب اسلام، یا بهتر بگم دین، از ما زنان سواری میکشن. اسلام دینیه که به زن ظلم میکنه، مردان رو وادار میکنه که به ما زور بگن و تمام اینا رو به اعراب ما قبل اسلام، یا بهتر بگم اعراب جاهلیت، نسبت میده، در صورتی که تو اعراب جاهلیت اگه فکر کنیم مردان و زنان بزرگی بودن. باید یکم اندیشه کنیم. اونا میگن اعراب جاهلیت زنان و دختران رو زنده به گور میکردن. اگه اونا زنده به گور میکردن، پس چطور تو قبایل به این بزرگ عربی این همه زاد و ولد صورت میگرفته؟ چرا باید شیرزنان ایران زمین چنین زیر بار ظلم و ستم رژیم آخوندی برن؟ یکم اندیشه کنیم. برگردیم به زمان عرب جاهلیت. در زمان عرب جاهلیت 3 بت بوده به نام عزا، لات و منات که هر 3 مؤنث بودن. عزا بزرگترین بت زمان عرب بوده که در بالای سرش درخت عقاقیا بوده. درخت عقاقیا به دلیل داشتن یه سمق خیلی مفید مظهر تندرستیه و عزا مظهر تندرستی و سلامت و قدرت بوده. زن و عرب برای پرستش اون 7 کنیز داشتن که این 7 کنیز 7 بار دور این عزا میگشته تا بتونن اینو عبادت کنن. زن. لات که با یه نیم خورشید یا نیم ماه نشون داده میشه. همین خورشید در عرب مؤنثه و لات نشانه برکت و بهار زمینه با داشتن خوشه گندم اسفند در دست. و زن و منات با داشتن ظرف شرنگ در دست نشانه الهه سرنوشت و مرگ و این نشونه زن سالاری و زن پرستی در زمان اعرابه. ولی آخوندا میگن زمان اعراب اونا زن رو زیر دست میدونستن. پس چطور بت‌های به این بزرگی که ستایش میکردن همین اعراب زن بودن؟ چرا دارن ما رو دستمایه قرار میدن و از ما سوء استفاده میکنن فقط برای که بتونن از ما بردگی بکشن؟ رژیم جمهوری اسلامی ما رو چی فرض کرده؟ فکر نمی کنیم، به دنبال ریشه نمی گردیم. برگردین عزیزان، برگردین به اعراب ما قبل. ریشه اسلام رو در بیاریم. همسر محمد خدیجه یکی از بزرگان زمان جاهلیت بوده. چرا زنده به گورش نکردن؟ منتظر بود محمد ظهور کنه و اون نجات بده از زنده به گوری؟ تا درود دیگر بدید.